حالا که میبینیم بسیاری مردم از اکا و دادر خود میرنجن. بین دیگران مشکلی خانهشون رو نقل میکنن که اکای می خیلیه، دادر می خیلیه، دیگه و دیگه و دیگه و دیگه. اولش که آنه الله سبحانه و تعالی مشکل بالای سر یگان کس نیاره. وقتی که انسان در مشکلی دوچار میشه و بجز فرزندی پدر و فرزندی مادر هیچ کس در بری ما و شما نیست. و الا بعضی برادرایی که به خاطر الله برادری میکنن. و بسیار مشاهده همین حالها شدگی هستیم که وقتی که بیمار میشه فرزندی پدرش از این شهر به اون شهر، از اون شهر به دیگه شهر میبرش برای طبابت، برای معالجه اون فرزند پدرش. با همون خاطر الله سبحانه و تعالی هر یک ما و شما رو نگهبان باشه. به خاطر یار رفیق دیگه و دیگهش از فرزندان پدر خود دور نشین. در یگان بیماری دوچار میشه اونها در بر شما. السلام علیکم.